به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاچیان عزیز، برنامه نوبتی ما با سوال و جواب این لحظه ها آغاز می شود و در مهمانی ما داملا سهرابادلیان. واقعا امروز ها به واسطه برنامه های ما و پایان نوارهای ما سوال ها از جانب شما زیاد آمده می رسد و متاسفانه به همه سوال های شما جواب گفته نمی توانند. داملا به هر حال بعضی از آن سوال ها رو انتخاباً از پایان نوارها گرفتیم و از داملا سوال میکنیم و انشاءالله به مسئله های خود جواب خواهید گرفت. داملا خوش آمدید میگویم یک بار دیگر شما. خوشبخت باشید. اینجا سوال آمده است از جانب تماشابین ما. پرسیدند که آدم میتواند نماز ظهر را همه وقت در آخری وقتش خواند و بعد عصر را در سر وقتش و همچنین شام و خفتن را نیز همین طور خواند می شود؟ گفته سوال کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در صحیح بخاری و مسلم از حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ثابت است که حضرت عبدالله بن مسعود گفتند که یا رسول الله، ای العمل احب الى الله عز وجل. یا رسول الله، کدام عمل در نزد الله تعالی عملی بهترین است؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش. یعنی این چی معنا دارد؟ وقتی که نماز پیشین که وقتش در آمد، در ابتدای وقتش نماز خواندن این عملی هست که در نزد الله تعالی محبوب است، الله تعالی دوست می‌دارد. و همین گونه وقتی که نماز عصر هم که در آمد، در ابتدای وقتش نماز خواندن به الله تعالی عملی پسند است. یعنی این عملی بهترین است. اما در حالت‌های مثلا ضرورت، گاه ها در حالت‌های ضرورت می شود انسان نماز ظهر را یعنی پیشین را در آخری وقتش خواند و حال قضا نشده. همین که نماز خوانده شد، وقتی نماز پیشین هم به آخر رسید و نماز عصر شروع شد، یعنی با یک طهارت هم نماز پیشین میخواند هم نماز عصر میخواند. یعنی این عمل جایز است، لیکن این عمل نه همه وقت مشروع است. برای آنکه انسان وظیفه دار است که به جماعت رود، با هم محله های خود در نماز جماعت واخورد و نماز جماعت طبق قول اکثر علما واجب است. حتی بعض علمایی که سنت گفتند، سنتی مؤکده گفتند و رخصت دادن نمیشد مگر با عذر گفتند. ببینید، سنت گفتند، نماز جماعت سنتی مؤکده است ولی رخصت نیست مگر هم با عذر گفتند. ترکش برای ترک جماعت رخصت نیست مگر با عذر گفتند. یعنی بی عذر و به عذر انسان به این عمل عادت نکند. لیکن یک بار دو بار مثلا اگر ضرورت داشته باشد، واقعا شرایطش همین خیل باشد، یعنی ممکن است، چون وقتی پیشین حالا قضا نشده است. وقتهای نماز ابتدای و انتها دارد، سرشوی و آخر دارد. حضرت جبریل وقتی که بار اول نماز در آسمان فرض شد، پگاهش جبریل آمده از نماز پیشین شروع تا بامداد آینده 5 وقت نماز به پیامبر صلی الله علیه و سلم امامتی کرد. روز اول در ابتدای وقت، روز دوم در انتهای وقت. مثلا پیشین اگر ساعت 1 باشد، روز یکم جبریل آمده در ساعت 1 امامتی کرد. روز دوم اگر پیشین در ساعت 4 تمام میشده باشد، روز دوم در ساعت 4 آمده امامتی کرد. عصر هم همین گونه، شام هم خفتنم بامدادم. بعد گفت که الصلاة بین هذین الوقتین، نماز بین همین دو وقت است. یعنی از همین سرحد تا این سرحد نماز قضا نیست، درست است، ولی بهترین عمل نماز در وقتش. داملا در بعضی منطقه ها با مذهب یک امام میخوانند و در منطقه های دیگر با مذهب امام دیگر میخوانند و ما خودمان شاهد شدیم که مثلا در یک کشور نماز عصر را وقتی که اذان گفتند پس از چند لحظهش نماز عصر را اجرا میکنند و باز در یک کشور دیگر سفر کردیم که نماز عصر می درآید، اما نماز عصر را تقریبا
از 2 تا 3 ساعت به تاخیر میگذارند و دیر میخوانند. اینش چگونه است؟ بله، این مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که ظل کل شیء مثلیه میگن. وقتی که سایه هر یک چیز غیر سایه اصلی خودش اگر 2 برابر شود بعد نماز عصر می درآید میگن. این مذهبی صاحب مذهب خود امام ابو حنیفه رحمت الله. اما شاگردانشان ابو یوسف قاضی رحمت الله علیه و محمد ابن حسن شیبانی مثل قول شافعی و مثل قول جمهور گفتند. ظل کل شیء مثله گفتند. سایه هر یک چیز 1 برابر شود نماز عصر می درآید گفتند. لیکن در این حالت بهترین عمل کدام عمل است؟ مثلا شما در یک جای فرا آمدید، مهمان شده در یک شهری که مردم آنجا مذهب حنفی دارند. عصر را وقتی که سایه هر یک چیز 2 برابر میشد ثانی میخوانند. یعنی شما آیا در مهمان خانه یا در خانه تان نماز عصر را در ابتدای وقت خواندنتان بهتر است یا همراهی جماعت کمتر گذرانیده خواندن بهتر است؟ البته همراهی جماعت خواندن بهتر است، چون عصر حالی وقت دارد. لیکن شما رفتید مثلا در دیاری مثلا مکه و مدینه در یک جایی که و مثلا خود ایران گرید، جهتی زاهدان در مذهب حنفی است، جهتی بندر عباس در مذهب شافعی هست. یک کشور است مردمش، یا خود مردم ترکیه هم یک قسمتش به مذهب شافعی هست، اکثریتش در مذهب حنفی است. مثلا به یک جایی رفتید که مردم آنها عصر در ابتدای وقت میخوانند، برایت همراهی مردم در جماعت خوانید، این بهتر است. بله. خب در همین موضوع باز وقتی که به سفر میبرایند حالا از خانه نبرآمده میدانند که سفرشان دور و دراز است، یعنی طولانی است، میتوانند نماز را کوتاه کنند، یعنی چون نماز قصر یا نماز مسافر خوانند. حالا به مسافرت نرفتند و اما نیت دارند که پس از چند لحظه به سفر میبرند. یعنی که پیش از نماز مثلا میگوییم پیش از نماز مغرب برآمدند، الکی میدونند که نماز عشا را در شهری دیگر شاید میخوانند، یعنی میدونند. مثلا مقصدشون رفتن به دوشنبه از کانی بادام. بله. مثلا به راه برآمدند، پیش از برابر آمدن حالی نیت دارند که براه میبرایند. حالی در داخل شهر باشند نماز پوره میخوانند، در داخل شهر پوره میخوانند. وقتی که دیوالهای شهر تمام شد، شهر دیده نمیشد، وقتی نماز مثلا شام شد یا که مثلا کدام نمازی که شد، میتونن از همون نماز مثلا پیشین باشد میتونن الکی 2 رکعت خوانند. در خمیرجو مثلا 2 رکعت خوانند، به شرطی که مقصدشون به دوشنبه رفتنی باشد، نه اینکه به خمیرجو رفته گشته می آمده باشند مثلا 2 رکعت نمیخوانند، چون که 10 کیلومتر 15 کیلومتر است. خلاصه مقصد اعتبار است، نیتشون به سوی مکه هست، مثلا سفری دور و دراز است. وقتی که برآمدند دیوالهای شهر که غایب شد بعد نماز میخوانند، اما در خانه ایستاده با برابری بودنی نیت نمیخوانند. یعنی چون بعضی در همین موضوع ها بعضی نفران گفتند که یعنی الکی تو امروز که سفر داری و بلیت در دست داری، چیپتا در دست داری، میتوانی که نماز رو کوتاه خوانی. این اساس ندارد. یعنی این اساس ندارد تا مادامی که انسان حرکت نکند به سفر، از خانهش تا نبراید، اون حالی مسافر حساب نمیشه. نیتی خالی کفایتی نمیکند، باید به راه براید و دیوالهای شهر هم از چشم ناپدید شود. یعنی به این یگان دلیل از جانب رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله وقتی که به مکه رهسپار شدند، در ذوالحلیفه نماز رو 2 رکعت خواندند. ذوالحلیفه تقریبا 20 کیلومتر است از مدینه. نیتشون به مکه بود. خودی به 20 کیلومتر نماز انسان قصر نمیکنه. بعضی جوانا از شهر کمتر برای سیر و گشت بیرون شهر برآمدین و پیامبر صلی الله علیه و آله 20 کیلومتر اند قصر خواندگی گفته، قصر خواندیان. مقصدشون از شهر 20 کیلومتر بیرون برآمدگی دم گرفته به شهر برمیگردن. نه، پیامبر صلی الله علیه و در ذوالحلیفه به آن خاطر نماز را قصر خواندند که مرادشان مکه بود، رهسپار به سوی مکه بودند، بنابراین در ذوالحلیفه 2 رکعت خواندند. یک سوال دیگر مربوط به همین وقت‌های نماز داملا.
در بعض منطقه ها وقتی نماز بین مثلا مغرب و بین عشا ساعت های دیر می شود، یعنی تقریبا ساعت های 10:30 شب نماز مغرب می آید و تقریبا ساعتی 12:30 شب وقتی نماز عشا می بیاید. و بعضی نفران گفتند که می توانی که یعنی روز دیگر نماز بامداد ساعتی 2:30 یعنی فاصله بین نماز خفتن و نماز فجر همگی 2 ساعت 2.5 ساعت فاصله است. یعنی گفتند که برای مشقت نشود روز دیگر کار میکند انسان ها، گفتند که مغرب و خفتن را عشا را یک جا خانه باقی نیست. گفتند به این شما چی میگوید؟ دامو چی اساس دارند و موافق کدام دلیل انا همین سخن ها را گفتند؟ اصل نمازها باید چخیلی که در بالا گفتیم در وقتش خوانده شود و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دو نماز را یک جای کرده خواندن ممکن نیست مگر هم برای حاجی ها در مزدلفه و در عرفات. فقط برای شخص حاجی در عمرش یک مرتبه اگر حج کند همینقدر. در دیگر حالت ها جمع در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست. در دیگر مذهب ها جمع هست ولیکن در سفر اینجا که شما میگویید این سفر نیست. آن آدم هایی که اجازه دادن در این مسئله مشقت به نظر گرفتن. گفتن که یک قاعده هست در شریعت، قاعده بزرگ، المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی را طلب میکند. بنابراین به همین قاعده مردم که در بسیارتر در کار و در مهاجرت هستند خسته شده می آیند و گاه شاه می خوانند و دیگر قدرت این منتظر شدن خفتن ندارند، جمع کنند. گفتن یعنی این مذهبی طایفه از علما همچون مشقت به نظر گرفتن و اینچون یک چیزی دیگه به نظر گرفتن که اگر فتوا ندهند هم نماز خفتن اونا قضا میکنند، خواب میکنند، نماز خفتناشون قضا میشد. یعنی همین چیزای به نظر گرفته فتوا دادند. یعنی این فتوای بعضی از علمای معاصرین، ولی حرکت کنه در این حالت، یعنی آدمی که مثلا در همین خیلی شرایط زندگی میکند به فکر من یک بار شام خفتن و بامداد خوانده بعد خواب رود، برای اینکه ساعت هم فاصله که کم است، اگر که شام خفتن خواب رود بامداد قضا میکند. مشکل است والله اعلم. تشکر زیاد، بسیار جوابی مفصل بود و به سوال دیگر میگذاریم تماشابینان عزیز. اینجا پیشتر هم به فکر ما به همین سوال جواب گفته بودیم. به هر حال یک مرتبه دیگر ما اون سوال رو معینا میخوانم. سوال از جانب یک تماشابین آمده رسیده است. کودک نوزاد اگر وفات کند خیر صدقه از نامش جایز است؟ سوال اولشان. بله، خیر کند اجازت است، ولی انشاءالله کودکایی که حالی به بلاغت نرسیدند انشاءالله آنها گناه نکردند و الله سبحانه و تعالی به گناهی نکرده آنها را جزا نمیدهد. امید میکنیم که آنها اهل جنت هستند. یگان عمل فرضی بالای پدری کودکی وفات کرده واجب می شود؟ نه، نسبتی بعد گذشتناشون، نسبتی فرزند گذشته، یعنی نامی صالح ماندن. بعضی علما میگن که مادامی که در شکم مادرش که 4 ماه شده بطون شد، 120 روزه که گذشت کودک، الکی برای جان داده شده است. مادامی که جان داده شده است، بعدی همان اگر از دنیا گذرد، خواه در شکم مادر خواه بعدی به دنیا آمدن، البته او نام دارد خیلی بعدی به دنیا آمدن، اما اگر حالی به دنیا نآمده باشد، نام ماندن، عقیقه کردن، شستن و کفن کردن، دفن کردن، جنازه خواندن، یعنی این واجبا باقی میماند، چون که او حکمی آدم زنده را دارد. همین عمل ها را که اجرا کرد، برده دفن کرد در قبرستان مسلمان ها، همه فرض هایی که در بالا اشاره کردیم اجرا کند، دیگر
امید میکنیم که دیگر فرض باقی نمیماند. یعنی باز میپرسند که رفته و در قبرش عیادت کرده و دعا خواندن نیست لازم است یا نه؟ حاجت ندارد انشاءالله. لیکن زیارت قبرستان مشروع است. پیامبر صلی الله علیه و سلم زور القبور گفتند، قبرها را، قبرستان ها را زیارت کنید، فانها تذکرکم الاخره، چون زیارت قبرستان آخرت را به خاطر می آورد گفتند. مبادا فکر نکنند که تماشاگین ما یا اینکه آنهایی که سوال گفتند، باز اینجا در سوال بود که دعا هم رفته در قبرستان خواندن ممکن است یا لازم است؟ دعا دیگر مسئله است، زیارت مشروع است. مسئله دعا کردن در قبرستان مسئله وسیع است، شاید در دیگر صحبت وسیع تر گپ بزنیم. داملا باز مربوط به همین سوال آمده رسیده است. بعد مرگ کودک های از روز تولد تا 8 ساله چی می شود؟ یعنی آنها چی می شوند؟ کودک های غیر مسلمان را در نظر دارند. در این مسئله اختلاف است، ولی الله اعلم مادامی که حالا به بلاغت نرسیدند حکم مسلمان را دارند، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کل مولود یولد علی الفطره، هر یک کودک نوزاد در فطرت تازه تولد میشد، یعنی مسلمان تولد میشد. فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه گفتند، پس پدر و مادرش او را یا یهودی میکنند یا مجوسی میکنند یا نصرانی میکنند. نگفتند که یا مسلمان میکنند، نگفتند، چون که آنها مسلمان تولد شدند. بنابراین مادامی که به بلاغت نرسیده از دنیا گذرد او حکم مسلمان است. والله تعالی اعلم. سوال دیگر، استغفار از استغفر الله چی فرق دارد گفته پرسیدند؟ استغفار این طلب مغفرت پرسیدن مصدر است. استغفر الله یعنی از الله تعالی مغفرت میپرسم، این صیغه متکلم است. یعنی که فرق داره. استغفار پرسیدن، استغفر الله از الله تعالی به گناه‌هایم مغفرت میپرسم. بله. فهمو. انشالله به سوالای خودشان جواب گرفتند تماشاگین ما. آیا روز جمعه پیشین را باید دیر خواند یا نه؟ کسانی که در غریبی هستند و نماز، یعنی شرایطی به نماز جمعه رفتن را ندارند. جمعه اصلا برای مردهایی که به بلاغت رسیدند و در آن شهر مسجد هست فرض است رفتن. اما اگر معذور باشند، بیمار باشند یا در سفر باشند، روز جمعه میتونن نماز پیشین رو در ابتدای وقتش خوانند. یعنی جمعه کی تمام میشد منتظر شدن شرط نیست، ولی بعضی ها گفتن که جمعه کی تمام شد بعد خوان، ولی اگر در ابتدای وقتش خواندن پیشین هیچ باکی ندارد. والله اعلم. داملا یک سوال آخرین بیاید این درباره، شاید درباره بعضی از آنهایی که در راه دعوت هستند یا شاید در مورد بعضی از داملاها باشد. اینجا سوال دادن تماشابین ما، آیدی ترس از گمراه شدن میگفتید یا چرا بعضی آدم های صالح در آخر گمراه میشوند؟ غیر از این من فکر میکنم که این تعلق به کلی مردمی. البته بنابراین بعضی علما در کتاب هاشون گفتن که باب الخوف من الشرک، باب درباره ترس از شرک، یعنی مشروع هست که آدم، شخص مسلمان باید از کافر شدن ترسد. بنابراین الله تعالی در سوره آل عمران دعای شخصان صالح را ذکر کرد که میگفتند که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. پروردگارا لا تزغ قلوبنا، قلب‌های ما را گمراه نکن بعد اینکه ما را هدایت کرده. میترسیدند. حتی میگن حضرت ابوبکر رضی الله عنه هر روز در نماز شام در رکعت سیوم همین آیات را میخواندند، گمراه نگردیم گفتن. و حضرت ابراهیم علیه السلام امام موحدین، امام یگانه پرستا، پدری پیغمبرها، میگویند که و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا من و پسرهایم را نگه دار که با بت پرستش نکنیم. یعنی از پرستش بت ما را نگه دار. یعنی این شرک است. بله. نشود که ما یارو سنگ یا
дарахтеро ибодат кунем гуфта аз Аллоҳ таоло пайғамбару чунин дуо мекарданд. ҳазрати Юсуф ҳам таваффани муслиман гуфтанд. Парвардигаро маро аз ин дунё мусалмон вафот кунон. یعنی کاری کن که از دنیا مسلمان وفات کنم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم حضرت انس میگن که بسیار دعا میکردن که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای ذاتی که قلبها رو به هر طرف میگردانی قلب مرا در دین خودت استوار گردان. یعنی این دعا دعای مهم است. هر یک بنده باید از این گمراه شدن بترسد، شب و روز الله تعالی هدایت پرسد. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. در 5 وقت نماز میگیم که پروردگار ما رو برای راست هدایت کن، نه برای آنهایی که غضب کردی و آنهایی که گمراه کردی. یعنی که این بسیار مشروع است. باید شب و روز انسان از الله تعالی دعا کند، التجا کند که الله سبحانه و تعالی بعد اینکه راه راست رو برای ما نشان داد گمراه نکند. از الله تعالی هدایت میپرسیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشابینان عزیز، اینجا وقتی امروزه برنامه ما به پایان میرسد و من یک بار دیگر تشکر میگم به داملا سهرابادی جان در مهمانی امروزه برنامه ما بودند. ان شاء الله باز روزهای نزدیک به بعضی سوالهای دیگری شما برمیگردیم و یک بار دیگر در آخر شما را خوش آمدید میگم. تا بخوری های دیگر الله شما را در پناه خود نگه دارد. الله نگهدار شما باشد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. از این آیه چنین قاعده برمی آید که اگر انسان چیزی را از مسائل دینی نفهمد باید از عالمان ثابت قدم در علم بپرسد. تفسیر سعدی.